أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا. در آیات گذشته بحث جهاد بود و ترغیب به سوی جهاد و انفاق، و بعد از اون الله عزوجل تخویف ذکر کردند. هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام. در این آیاتی که تلاوت می شوند نمونه ای از تخویف دنیوی می خوانیم که برای بنی اسرائیل چه مشکلاتی پیش آمد. سل بنی اسرائیل هم نمونه تخویف دنیوی هست و هم زجر و سرزنش هست بر بنی اسرائیل. الله می فرماید شما از بنی اسرائیل سوال کنید کم آتیناهم من آیت بینه، چقدر ما به اونها آیه بینه دادیم، دلائل روشن دادیم، معجزات دادیم. اما بنی اسرائیل از این نعمتها که نعمتهای معنوی هستند، نعمتهای دینی هستند، از اینها خوب استفاده نکردند، نعمتها را تبدیل کردند، نعمتها را تبدیل کردند و ناسپاسی کردند. تبدیل به نقمت شد، تبدیل به عذاب شد. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. هر کسی که تبدیل کنه نعمت الله را میتونه بنویسی کما بدل بنو اسرائیل، همان گونی که بنی اسرائیل تبدیل کرد. بعد از اینکه اون نعمت پیشش آمد فإن الله شدید العقاب، الله عزوجل سخت عذاب میدهد، عذاب دهنده هست. حال مراد از نعمتها چی هستند که اونها تبدیل کردند؟ مراد از نعمتهای الهی آیات و دلائلی هستند که سبب رشد و هدایتند، آیات و دلائلی که سبب پیشرفت دینی هستند. امام رازی در تفسیر کبیر می فرماید که المراد آیاته و دلائله، نعمت خدا، مراد از نعمت خدا چیه؟ آیات و دلائل. و هی من اجل اقسام نعم الله، از بزرگترین اقسام نعمتهای الهی هستند. لانها اسباب الهدى والنجا من الضلاله، اینها اسباب هدایت و نجات هستند از گمراهی. اونها از اسباب هدایت استفاده نکردند. عزیزان، این آیه در واقع تلنگری هست، تذکری هست برای ملت مسلمان که هر کسی نعمتهای الهی را تبدیل بکند، نعمتی که خدا بهش داده، نعمت دین، نعمت ایمان،
نعمت قرآن، نعمت آزادی تعلیم و نماز. وقتی که انسان تبدیل بکنه این نعمت ها را، یعنی از اینها درست استفاده نکنه، الله سخت عذابش میده. گاهی عذاب میاد ما متوجه نیستیم، گاهی الله عزوجل نعمت را از ما میگیره هنوزم متوجه نیستیم. یکی از علما داستانی و خاطره نوشته بود که یکی از عرض کنم که فعالین جماعت تبلیغ از هندوستان که اصالتا از افریقا که اصالتا هندوستانی هست، میگه ما تشکیل شدیم رفتیم به یکی از روستاهای فلسطین و مسجدی اونجا بود. مسجد دیدیم قفله، وقت نماز هیچ که نیست. ما مسجد را باز کردیم، جارویش کردیم، خاک چند ساله گرفته بود، تمیزش کردیم. بعد ما رفتیم تو اون روستا مردم را دعوت بدیم به مسجد برای نماز. کسی را دعوت دادیم، او گفت که خدای عزوجل قبله ما را از ما گرفت که بیت المقدس باشه، الان ما چرا بیایم نماز بخونیم؟ یعنی اینقدر انسان ناسپاسه که تقصیر خودش را نمیدونه که به وظیفهش عمل نکرده. خدا میگه چرا قبله را از ما گرفت، الان ما چطور نماز بخونیم؟ ما نمیایم نماز نمیخونیم. علیاذ بالله قهره. غافل از این که قبله که در دست شما بود، قبله که در دست مسلمانان بود، چقدر قدردانی کردید، چقدر سپاسگزاری کردید، چقدر پایبند بودید، چقدر پایبند شرع و دین بودید، چقدر تقوا و ایمان در وجود شما بود. ما اهلیت خودمون را نشون ندادیم با اعمال خودمون. پس گاهی خدای عزوجل نعمت را از ما میگیرد و بعد متوجه هم نیستیم که مقصر چه کسی هست. واقعا جای تعجب است. لذا الله میفرماید و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. هر کسی که تبدیل بکنه نعمت الهی را بعد از اینکه نعمت آمده، خدا سخت عذاب میده. خب علت و دلیل چی میتونه باشه که انسان قدردان نعمتهای الهی نباشد؟ عرض کردم مراد از این نعمتها نعمتهای دینی هست، آیات الهی و تمام دلائلی که سبب رشد و هدایت ما میشه. تعلیم قرآن چه مسئله باعث میشه که این نعمتها از ما گرفته بشه؟ الله عزوجل میفرماید که زرق و برق دنیا، انحماک و استغراق در دنیا، چنان در بحر دنیا و مادیت مشغول شدن که انسان از معنویت، از هدایت، از قرآن، از راه رشد و فلاح انسان فراموش بشه. زین للذین کفروا الحیات الدنیا. الله می فرماید برای کسانی که کفر کردن، این علت بنویسه، علت یبدل نعمت الله. اینایی که تبدیل کردن نعمت الهی را بنی اسرائیلی ها بودند. علت چی بود؟ حب مال، حب دنیا، غرق در دنیا شدن. الله می فرماید که برای اینها آراسته شده بود زندگی دنیا. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، آراسته شده، مزین شده برای کسانی که کفر کردند زندگی دنیا. چنان زندگی دنیا را دل دادند که کسانی که دنیا نداشتند، کسانی که اهل ایمان و اهل نماز و اهل تقوا و دین بودند، اونا را مسخره می کردند. و یسخرون من الذین آمنوا، و مسخره می کنند کسانی را که ایمان دارند، اونا را مسخره می کنند. کفار در هر زمانی مسلمانان را به خاطر فقر مالیشون مورد تمسخر قرار دادند. در زمان پیامبران الهی، بعد از اون
امروز هم خیلی ها هستند مسلمانان را به خاطر اون دسته از مسلمانانی که اقتصادشون خوب نباشد، مسائل مالی و مادیشون خوب نباشد، اونها را عقب مانده میدونند. خب امروز کشورهای اسلامی را نگاه میکنیم، از نظر مسائل مادی بد نیستند، نفت و بسیاری از ذخایر و خزائن را در اختیار دارند، از خیلی از کشورهای کفر هم جلوتر هستند. اما ببینید آیا واقعا مسائل مادی انسان را به جای میرسوند؟ برای انسان عزت میارد؟ نه. عزت چی میارد؟ دین میارد. عزت ایمان میارد، قرآن و جهاد میارد. پس نباید کسی را تحقیر کرد به خاطر مسائل مادی. اینهایی که اونا را تحقیر میکردند، و یسخرون من الذین آمنوا، مسخرهشون میکردند، الله میفرماید در روز قیامت اینها برتری دارند. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، آنهایی که اتقوا عن الكفر و الشرک، آنهایی که از کفر و شرک پرهیز کردند، آنهایی که بر اقتضای ایمان عمل کردند، فوقهم یوم القیامه، بر آنها فوقیت دارند، فوق آنها هستند، یعنی در اعلی علیین هستند در روز قیامت. فوق کی؟ کفار، فوق کسانی که به اونها در دنیا مسخره می کردند. لذا پس دار و مدار موفقیت بر مادیت نیست، بر هدایت است، بر ایمان است. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. بحث مادیت اون به خدا مربوط است. الله رزق میده هر کسی را که بخواد بدون حساب. بنویسه مؤمنا کان او کافرا، چه مؤمن باشه چه کافر باشه، خدا بدون حساب و کتاب میده. لذا الله عزوجل میفرماید که اصل اینه که انسان از نعمت دین، از هدایت، از آیات الهی خوب استفاده بکند. لذا امروز کسانی، چه کشورهایی، چه اقوامی، چه ملتهایی که مادیت دارند، امکانات رفاهی دارند، این دلیل موفقیت اونها نیست. موفق اونهایی هستند که آیات الهی را دارند، قرآن را دارند، دین و ایمان و هدایت دارند، امکانات معنوی و روحانی دارند. کان الناس امة واحده. بعد از این الله عزوجل دلیل جهاد را ذکر می فرماید که جهاد چرا لازم است. می فرماید که اولا مردم همه بر یک امت واحده بودند. حال این هم دلیل جهاد است، هم دلیل بعثت انبیا. چرا این همه پیغمبر مبعوث شد؟ همه بر امت واحده بودند. اینجا فاختلفوا مقدر است، اختلاف کردن با هم دیگه. اختلاف که آمد، خداوند انبیا را فرستاد. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. الله فرستاد انبیا را در حالی که این انبیا مژده دهنده و بیم دهندگان بودند. این علاج اول. اختلاف چی بود؟ بعثت انبیا. علاج دوم، و انزل معهم الكتاب بالحق. همراه با اونها کتاب نازل فرمود، به حق نازل فرمود، برای اثبات حق. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فی، تا که قضاوت و داوری بکنم بین مردم در آنچه که اختلاف دارند در آن. ببینید انبیا آمدند، خود انبیا هم یکی از اسباب حل اختلافند، علاج اختلاف. و بعداً کتاب هایی که آوردن. امروز اگر پیامبر در میان امت نیست، کتابی که با خود آورده قرآن هست. معنیش اینه که اگر امت ما هم دچار اختلاف شده و 73 گروه شده، اونطوری که در روایت ها آمده، خب تنها راهش چی هست؟ بازگشت به کتاب الله. البته من یک نکته خدمت شما عرض بکنم، شما فرق اختلاف این کتاب، این امت را با بقیه بدونید.
اون اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ملت یهود 71 گروه شدند. شاید این 71 گروه اشاره به چی هست؟ به تکثیر است، یعنی گروه های زیادی شدند. 70 در گذشته یه عددی بود برای کثرت استفاده می شد، 70 هزار. لذا فرمود یهودی ها 71 گروه شدند، مسیحیان 72 گروه شدند، یعنی از اونا بیشتر. شما مسلمانان 73 گروه میشید، یعنی شما از اونها هم بیشتر میشید. اما یک فرقی مسلمان ها با اونها دارند که اونها راه خودشون را گم میکنند، هر گروهی سرگردان. اما مسلمانان که گروه هایشان زیاد میشه، تشتت و تفرق میاد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که یک گروه هستند که بر مسیر حق هستند، کلا راه را گم نمی کنند. یک گروه هستند بر کتاب و سنت عمل می کنند، یک گروه هستند بر مسیر حق هستند. و فرمود اونهایی هستند که بر روش من و اصحاب من باشد، ما انا علیه و اصحابی. پس این امت الحمدلله مثل بقیه ملت های گذشته، یهودیت و مسیحیت، راه خودش را کلن گم نمیکنه، از دست نمیده. هستند در این امت مسلمانانی که مسیر حق را دارند. لذا اگر بقیه هم میخواهند اختلافات حل بشه، میخواهند که مسائل حل بشه و بر یک مسیر قرار بگیرند، الله میفرما ما برای راهکار، برای علاج چی فرستادیم؟ کتاب فرستادیم. همه بیایند بر کتاب خدا، قرآن مجید چی میگه. لذا الله میفرماید و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس. الله نازل فرمود همراه با اونها کتاب را به حق، تا که داوری بفرماید بین مردم فیما اختلفوا فی، در آنچه که آنها اختلاف کردند. اما اختلاف چه کسانی اختلاف درست کردند؟ چرا درست کردند؟ کی درست کردند؟ سه سوالی که قبلا مطرح کرده بودم. کسانی که اختلاف ایجاد کردند عموم مردم نبودند، عوام مظلوم نبودند، آخوند و ملا اختلاف درست کردند. در امتهای گذشته هم ملاهای اهل کتاب کی اختلاف ایجاد کردن؟ بعد از علم، یعنی دیده دانسته، از روی جهل و نادانی نبود. چرا اختلاف درست کردند؟ دیده دانسته. چرا اختلاف؟ به خاطر حسادت، به خاطر رقابت. با اهل حق و با اهل دعوت حسادت داشتند. لذا پاسخ هر سه سوال الله می فرماید و مختلف فیه، اختلاف نکرد در این حق الا الذین اوتوه، مگر آنهایی که این کتاب داده شدند. در کتاب اختلاف نکردند مگر کسانی که کتاب داده شدند، یعنی اهل کتاب، اهل علم. کی؟ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات و دلائل پیش آنها آمد. چرا؟ بغیم بینهم، هر سه سوال جواب داده شد. بغیم بینهم و بین دعات توحید، به خاطر حسادت بین اونها و دعوتگران توحید. اما الله عزوجل اهل ایمان را راهنمایی فرمود. فهدى الله الذين آمنوا، راهنمایی فرمود، هدایت فرمود الله آنهایی را که ایمان آوردند، یعنی قصد ایمان واقعا داشتند، قصد مسیر درست داشتند. لما اختلفوا فیه من الحق باذنه، به کدام سمت راهنمایی فرمود؟ به آن سمتی که اختلاف داشتند در آن. من الحق بیان ما هست، یعنی الله عزوجل به سبب به طرف حق راهنماییشون کرد، به اذنه، با اذن و توفیقش. این الله هست هدایت می فرماید. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. الله هر کسی را که بخواد هدایت می فرماید، به صراط مستقیم هدایت می فرماید.
حال الله عزوجل میفرماید که اینهایی که اختلاف با هم دیگه داشتند راهکارشون و راه علاجشون حل با کتاب الله است. پس یکی از راههای علاج چیه؟ کتاب است و دوم جهاد است. از اینجا به بعد ترغیب به جهاد است. در راه جهاد مصائب است، مشقت هاست، سختی هاست. الله عزوجل می فرماید که می خواهید بدون مشقت به بهشت بروید، بدون سختی ها به بهشت بروید. الله می فرماید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما می پندارید که وارد بهشت و داخل بهشت می روید؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، در حالی که هنوز پیش شما نیامده واقعات آنها، واقعات و احوال آنهایی که گذشتن قبل از شما، یعنی امتهایی که قبل از شما بودن، چه واقعاتی، چه مشقاتی، چه مصائبی بر اونها آمد، اون احوال هنوز بر شما نیامده. مگه چی شد اونها را؟ مستهم البأساء والضراء، به آنها سختی ها رسید، سختی های مالی و جانی. بأسا مالی و الضراء ضرر جانی. و زلزلوا، متزلزل شدن، بنویسه به انواع البلایا، با انواع بلاها اونها به تزلزل و به زلزله افتادند، به اندازه‌ای که حتی یقول الرسول، حتی که می گفت رسول و پیامبر اونها، والذین آمنوا، و صحابه اون رسول یعنی پیشینیان، صحابه‌ای که با او بودند، چی گفتن؟ متی نصر الله، یاری خدا کی میاد؟ این متا استفهام طلبی هست، یعنی اونها از خدا کمک خواستند، خدای کمک ما بکن. الله عزوجل هم اجابت فرمود و جوابشون داد الا ان نصر الله قریب، خبردار نصرت و یاری خدا نزدیک. پس ببینید در راه خدا مشقت است، سختی هست، بهشت رایگان نیست. بهشت بدون مشقت ها نیست. حجبت الجنة بالمکاره، در روایت آمده که بهشت احاطه شده با سختی ها، با مشقت ها. لذا از الله عزوجل سختی نخواهیم، نسأل الله العافیه، از الله عافیت میخواهیم. اما اگر مشقت و امتحان و سختی ها آمد، نه هراسیم، عقب نشینی نکنیم، جا خالی ندهیم. باید مسلمان استقامت داشته باشد، مسلمان نترس باشد. بعد از جهاد بحث انفاق دوباره میاد. الله میفرماید یسألونک ماذا ينفقون، سوال میکنند چی خرج بکنند. اینجا هم معلوم میشه مثل همون سؤال یسألونک عن الاهله، جواب با سؤال تطبیق نداره. اما مهم اصل جوابی که خداوند عزوجل میدهند اشاره به اینه که مهم این هست، اون سؤالی که این جوابش هست. میپرسن چی خرج بکنیم، در جای دیگه هست قل العفو، هر چی که مازاد از نیازت خرج بکن. اما مهم اینه که مصرف کجا باشد، کجا خرج کنی. معلوم میشه که منظور از خرج کردن اینجا زکات نیست. چرا؟ چون که مصارف را که خدا ذکر میفرماید اول پدر و مادر را ذکر میکند. مگر برای پدر و مادر دادن زکات درسته؟ نیست. پس هدف از انفاق زکات نیست. غیر از زکات الله عزوجل انتظار دارد مالتون را خرج کنید. لذا بعضی از مسائل را مصارف را الله ذکر فرموده. یسألونک ماذا ينفقون، از شما سوال میکنند چه خرج بکنند. قل ما انفقتم من خیر، بگو آنچه که خرج میکنید من خیر، یعنی از مال، هر چی خرج میکنید خرج کنید، ولی مهم مصرفه. برای کی؟ فللوالدین،
برای پدر و مادر، والاقربین و برای خویشاوندان، والیتاما برای یتیمها، والمساکین برای مسکینها نادارها، و ابن السبیل و برای مسافران. برای اینها خرج کنید، اما هر چی خرج کنید برای خدا باشد، اخلاص باشد. و ما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم. هر چی خرج کنید از خیر، از مال خیر، الله میداند. پس برای خدا باشه و به مصارف درست باشه. خب بحث انفاق و جهاد است. دوباره برمیگردیم به سوی جهاد. الله میفرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم. بر شما جهاد فرض شده در حالی که اون طبعا برای شما ناگوار است. طبعا انسان دوست نداره بره به جنگ کشته بشه، تلف بشه، پس طبعا ناگوار است. اما الله عزوجل میفرماید بسا چیزهایی هستند که ناگوارند، خیر شما در اونها است. و بسا اشیاء و چیزهایی هستند که برای شما خوشند و خوبند، اما ضرر شماست. انسان خیر و شرش را، ضرر و نفعش را نمیداند. پس بهتر اینه که در اختیار الله و شریعت الله قرار بگیرد. هر چی که دستور الله است خیره، هر چی که خدای عزوجل باز داشته شره. لذا الله می فرماید کتب علیکم القتال، لازم قرار گرفته، فرض شده بر شما جهاد در راه من، و هو کره لکم، در حالی که اون ناگوار است برای شما. طبعا بنویسید و عسى ان تکرهوا شیئا، چه بسا شما ناپسند می‌دارید چیزی را، و هو خیر لکم، اون در واقع خیر است برای شما. یکی از اونها جهاده، یکی دیگر انفاق، مال خرج کردن انسان نمیپسنده ولی خیره. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، و چه بسا شما دوست داری یه چیزی را که انجام بگیره در حالی که و هو شر لکم، اون شر است برای شما، ضرر است برای شما. پس شما خودتون را در اختیار رب قرار بدید. چرا؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله عزوجل میداند و شما نمیدانید. على ای حال الله حقیقت هر چیز را میداند. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فی، باز متعلقات جهاد. یکی از مسائل جهاد در ماه حرام هست که در ماه حرام جهاد چگونه هست. بنده صبح در اون آیات به این داستان اشاره کردم که اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با مشرکین در حال نبرد و کمین بودن. در زمان جنگ بدر بود، تقریبا اون حول و حوش بود. در یک منطقه به نام مقام نخله درگیری بین مشرکین و مؤمنین اتفاق افتاد و این درگیری مقدار طول کشید. دو تا از مشرکین اسیر شدند، یکی کشته شد، عمرو الحضرمی یا عمرو ابن الحضرمی کشته شد. این زمانی بود که 29 جمادی الثانی یا جمادی الاخری بود از نظر مسلمانان، اما مشرکین گفتن که ماه رجب حلول کرده و پیدا شده. ماه رجب ماه حرام است. حال بعد از اینکه اون عمرو ابن الحضرمی کشته شد، مشرکین شروع کردند غوغا و تبلیغات و بوق و کرنا و این دینو ببین که به ماه حرام احترام نگذاشت، در ماه حرام از افراد ما را یکی را کشتند. برای صحابه هم سخت شد که در ماه حرام الله عزوجل جواب دادن. اینجا پاسخ الهی قابل تعمق است.
اما الان خدمت شما عرض کنم که ماه حرام قابل حرمت هستند، ولی در ماه حرام جنگ کردن ممنوع نیست و حرام نیست. به هر حال اگر حرمتی در ابتدا بوده الان منسوخ شده. و قاتل المشرکین کافتا. لذا الله عز وجل می فرماید یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، از شما سوال می کنند که از ماه حرام، از جنگ کردن در اون ماه حرام. الله جواب میده اولا قل قتال فیه کبیر، جنگ در اون سنگین است، خیلی سنگین هست، یعنی کار بزرگی هست، اشتباه بزرگی هست. اما شما خباثت های خودتون را نگاه کنید، شما بدبختی های خودتون را نگاه کنید و فسادات خودتون را. فساد شما بیشتر یا این اشتباهی که مسلمانان خطأ انجام دادند. اشتباهات مشرکین چی بود؟ چند چیز. یک، وصد عن سبیل الله، بازداشتن از راه خدا، یعنی از اسلام. دو، و کفر به، و کفر به راه خدا، به اسلام، یعنی خودشون هم کفر کردند، دیگران را هم بازداشتند. سه، و المسجد الحرام، یعنی بازداشتن از مسجد حرام که در سال ششم در حدیبیه نگذاشتن مسلمانان به مسجد حرام بروند. چار، و اخراج اهله منه، اخراج اهل مسجد حرام از آن. اهل مسجد حرام کی هستند؟ الله عزوجل میفرماید مشرکین اهلیت ندارند، مشرکین ارزش ندارند که اونا اهل مسجد حرام باشند. پس اهل واقعی یعنی اونایی که اهلیت دارن کیا هستند؟ علامه آلوسی نوشته و هم النبی صلی الله علیه و سلم و المؤمنون، اهل واقعی رسول الله و مؤمنون هستند. و انما كانوا اهله لانهم القائمون بحقوقه، اینها را خدا اهل میفرماید چون حقوق مسجد حرام را اینها برپا میدارن، انجام میدهند. حقوقش چیه؟ توحیده، عبادت خدای واحد است. بس این چهار چیز، این چهار تا خباثت و فساد شما از نظر خدا از جنگ کردن در ماه حرام سنگین تر است و بزرگتر است. و اخراج اهلیه منه، از آن مسجد الحرام، اکبر عند الله، جرمش بزرگتر پیش خدای عزوجل. و بعضی علت دیگری داره، پنجم، که او از اینها بدتر. والفتنه اکبر من القتل، فتنه از قتل بدتر است. فتنه یعنی چی؟ فتنه بعضی گفتن که شرک، بعضی گفتن اذیت و آزار مسلمانان. الله می فرماید این از قتل و از کشتن کسی در ماه حرام خیلی بدتر است. پس شما خودتون را برید جمع کنید، اعتراض نکنید، ایراد نگیرید بر مسلمانان. لذا الله می فرماید که اینها دروغ میگند که ماه حرام را احترام میگذارند. اینها اگر دستشون برسد با شما می جنگند. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، همواره اینها با شما جنگ می کنند حتی که برگردانند شما را از دین شما اگر بتوانند. برگردانند، خداوند درباره برگرداندن و ارتداد اینجا تخویف شدیدی بیان می فرماید. و من یرتدد منکم عن دینه، هر کسی برگردد از شما از دینش، فیمت، بعد از برگشتن بمیرد، و هو کافر، در حالی که کافر باشد، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. الله می فرماید این انسانها اعمالشان، اعمال صالحشان باطل می شود در دنیا و آخرت. اعمال تمام باطل میشه.
هر عملی کرده، حتی اگر زنی را در عقد داشته، کسی که مرتد بشه اون عقد فاسد میشه. اگر حتی بعضی از فقها مثل امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید اگر کسی حج انجام داده، حج اسلام، خب فرض از گردنش ساقط شد، بعداً العیاذ بالله مرتد شد، چی شد؟ مرتد شد، اون حجش که انجام داده باطل میشه. فی دنیا معنیش همینه، هر چی عمل کرده در دنیا، باز دوباره این چیکار کرد؟ دوباره مسلمان شد، توبه کرد، الان اون حجش باطله. اگر استطاعت داره دوباره حج کنه، چون حج در عمر یک بار فرض میشه. الان تازه مسلمان شده، اون خدا فرموده حبطت اعمالهم فی الدنیا. استنباط امام ابو حنیفه از اینجاست. بقیه فقها میفرمایند همون کافیه، ولی امام ابو حنیفه میفرماید چون فی الدنیا و الاخره آمده، اون حجش باطل شد. لذا و اولئک اصحاب النار، اگر اینها توبه نکنند اینها اهل آتشند، هم فیها خالدون، همیشه در آتش میمانند. بس ببینید ارتداد خیلی سخته. این کفار همیشه سعی میکنن با شما بجنگن تا اینکه از دین برگردید. بس الان بهانه ماه حرام را میکنن، نگران نباشید. حال الله عزوجل بعد از اینکه تخویف برای اونها بیان فرمود، بشارت برای مؤمنین. الله می فرماید ان الذين آمنوا، بدون شک کسانی که ایمان آوردند، والذین هاجروا، و کسانی که هجرت کردند در راه الله، و بعد از هجرت وجاهدوا فی سبیل الله، و آنهایی که جهاد کردند در راه الله برای اعلاء کلمت الله، اولئک یرجون رحمت الله. این نتیجه است. این افراد امیدوارند به رحمت خدا، امیدوارند. این خبر است، مضارع هست، به معنی امر است، یعنی امیدوار باشند، امیدوار باشند به رحمت خدا. والله غفور رحیم، الله عزوجل بخشاینده و مهربان است. الله اینها را میبخشد. پس تا اینجا هم بحث جهاد بود، هم تشویق و ترغیب به جهاد، به انفاق و فضائل مجاهدین. یسألونک عن الخمر والمیسر، ما قبل و ما بعد مباحثی هست که مربوط به چی هست؟ مربوط به امور انتظامیه هست. چند تا دیگر از امور اینجا بیان میفرماد الله تعالی. حداقل 5 مسئله هستند. این مسائل را میگن مسائل ذو وجهین. ذو وجهین یعنی دو بعد دارند، دو جهت دارند، یک جهت خیر، یک جهت شر. لذا الله عزوجل ذو وجهین را ذکر میفرماید. یکی از اون مسائل موضوع خمر است و قمار است، شراب و قمار. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سوال هم می کردند. این اولین آیه هست درباره جهاد، درباره شراب. هنوز حرمت شراب نیامده بود، اما خدای عزوجل یه اشاره کردند. اونهایی که اشاره کوچک اونها را کافی بود، از اینجا فهمیدن، بعد از اون شراب نخوردند. بعضی که خیلی از کنم که تیزهوش بودند و ذهنشون خوب کار میکرد. سوال اینه که شراب، خوردن شراب، مصرف مشروب و قمار بازی کردن حکمش چیه؟ اون زمان حرام نشده بود. الله میفرماید که بگو که هم گناه داره، هم تو اینها گناه هست، هم منافع. گناهش که مشخصی، منافعش اینه که گاهی قمار میکنه، کسی برد میکنه، خب بنفعش شد. منافع شراب اینه که به هر حال هم لذت بخش برای انسان و هم بلا تشبیه انسان را نشه میکنه. پس این منافعش. اما اون بعد گناهش و جهت گناهش و اشتباه و ضررش بیشتره. خب این اشاره را که الله فرمود، نفرمود حرامه. خب خیلی ها گفتن چرا ما
یه چیزی را مصرف بکنیم که گناهش بیشتره و ضررش بیشتره از منافعش، پس خیلی ها ترک کردن. این اولین مسئله ذو وجهین. الله می فرماید یسألونک عن الخمر والمیسر، از شما سؤال میکنند درباره حرمت شراب و قمار. قل فیهما اثم کبیر، بگو در این هر دو گناه بزرگ است. و منافع للناس، اما منافع هم برای مردم است. منافعشون چیه؟ من الربح فی التجاره، در تجارت در فروختن شراب فایده هست. والالتزاز به، و لذت حاصل میشه. والسرور، خوش میشه انسان. و حصول المال بلا تعب، مال بدون خستگی و بدون رنج یک شب در قمار چقدر به دست میاد. خب منافع هم داره. اما و اثمهما اکبر من نفعهما، گناهشان از نفعشان چی هست؟ بیشتر. پس عاقل را اشاره چیه؟ کافی هست. مسئله دوم، و یسألونک ماذا ینفقون، اینم ذو وجهینه، چی خرج بکنند؟ ببینید اگر مالی شما خرج بکنید هم ضرر مالتون از دست رفت، هم نفع اخرویه. اینجا باز نفعش بیشتره. قل العفو، عفو یعنی مازاد بر حاجت، مازاد بر نیاز. كذلك یبین الله، این گونه الله بیان می فرماید برای شما آیات را. لعلكم تتفکرون فی الدنیا والآخره، شاید شما بیندیشید درباره امور دنیوی و اخرویتان. یعنی شما فکر بکنید که منافع دنیای ما، منافع عقبای ما، اون وقت میدونید که دنیا فانی هست، منافعش هم فانی هست. به فکر آخرت باشیم، به نتیجه مطلوب میرسید اگر فکر کنید. و یسألونک عن الیتاما، سومین مسئله ذو وجهین، درباره یتیم ها از شما میپرسند. ببینید مسئله یتیم از این جهت ذو وجهینه که یتیمی که مثلا از پدر مانده یک یتیم هست، با عمویش زندگی میکنه، با برادرش زندگی میکنه، با داییش، با پدر بزرگش. خب چیکار بکنیم؟ مالش را اگر قاطی بکنیم هم نفع داره هم ضرر داره. خب مال یتیم را اگر جدا بکنیم هم برایش ضرره. مثلا هزینه های یتیم را کلا جدا بکنیم، پخت و پزش جدا باشه، آشپزخانهش جدا باشه، برای اون جداگانه غذا درست بشه، برای او همه امکانات آشپزخانهش رو فکر بکنید، خب خیلی زحمته، به ضرر یتیمه. وقتی که با مال خودمون یک جا بکنیم، اون وقت هم اگر ما از مال او چیزی بخوریم برای ما ضرره. لذا الله عزوجل اینجا به انسان اجازه چی داده؟ تصرف، یعنی اختیاراتی داده. فقط یک چیز فرموده، اصلاح لهم خیر، یعنی کاری بکنید که اصلاح مالشون بشه، اونا ضرر نکنند. خب انسان خودش میتونه اجتهاد بکنه. اگر انسان واقعا تقوا داشته باشه و بخواد، مثلا عائله شما 5 نفر است، یتیم ششمی هست، خب با هم بخورید، بر همین اساس تقسیم بکنید، هر چی که هزینه میکنید 5/6 را شما بدید، 1/6 را از مال یتیم بردارید. خب اینجور نه یتیم ضرر میکنه نه شما. به عنوان مثال عرض کردم، هر صورتی که بنفعش هست از نظر مالی. لذا الله می فرماید قل اصلاح لهم خیر، بگو اصلاح برای آنها بهتر است. و ان تخالطوهم فاخوانکم، اگر شما آنها را مخلوط کنید، مالشان را در نفقه، برادران شما هستند، یعنی فلا بأس، اشکالی ندارد. ولی اگر نیتتون فساد باشه، الله میدونه. به عنوان مثال شما 5 نفرید، اون 1 نفره، خب نصف هزینه از شما، نصفش از او. و اینجا معلومه که شما کلکی در کار دارید. والله یعلم
مفسد من المصلح. الله مفسد را میداند از مصلح. یعنی چه؟ یعنی الذي يقصد بالمخالطه الخیانه، اونی که قصدش از قاطی کردن خیانت است و افساد مال یتیم هست، اون را هم میداند. و اونی که بدون این قصد مخلوط میکنه هم الله میداند. ببینی خدای عزوجل یسر و آسانی گذاشته، نگفته چه کار بکن، حتما قاطی کن یا حتما جدا کن، اختیار داده. فقط به شما گفته که شما چه کار بکنید، اصلاحگر باشید. بس ولو شاء الله، این نعمت الهی است، احسان الهی است. اگر خدا میخواست لعنتکم، شما را در مشقت میانداخت، شما را به زحمت میانداخت. اما خدای عزوجل این کار را نکرد. ان الله عزیز، بدون شک الله عزوجل غالب هست و در کارهای الهی چیه؟ حکمت است. این سومین مسئله ذو وجهین شد. چهارمین مسئله ذو وجهین: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. مسئله عقد و نکاح زن مشرک. زن مشرک از یک طرف شاید به نفع انسان باشه، از نظر زیبایی، از نظر صورت، از نظر مال. خب اون کسی که مشرک است شاید وضعش خوب باشه از هر جهت که عرض کردم. اما از نظر این که مشرک، فردا عاقبت بچه ها چی میشه، نسل چی میشه، زندگی آینده چی میشه. پس از این جهت خیلی ضرر دینیه. هر جا که ضرر دینی اجازه نیست. لذا الله می فرماید ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. شما نکاح نکنید، شما عقد نکنید با زنان مشرکه حتی که اونها ایمان بیاورند. اگر ایمان آوردند اجازه دارید. ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة. الله می فرماید یک کنیزک مؤمنه بهتر است از اون زنی که مشرکه باشد. ولو اعجبتکم، گرچه پسندتون بیاد اون مشرکه، از نظر مال یا از نظر جمال، زیبایی. مثلا خیلی دلداده اون مشرکه بشید، بلا نسبت و اصطلاح امروزی ها عاشقش بشید، ولی اون کنیزک، اون بدشکل اما ایمان دارد، مؤمنه هست، او برایتون بهتره، آینده زندگیتون خیره. و همچنین ولا تنکحوا المشرکین، دخترانتون را به عقد مشرکین، مردان مشرک در نیارید، حتی یؤمنو، حتی که اونها هم چی؟ ایمان بیاورند. ولعبد مؤمن خیر من مشرک. البته یک برده مؤمن، یک غلام مؤمن بهتر است از مشرکی که ولو اعجبکم، گرچه اون مرد مشرک پسندتون بیاد، یعنی مورد پسند شما باشه، به ماله و جمالی، چه از نظر ظاهری و تیپ، چه از نظر مال. خیلی سرمایه داره ولی مشرکه. شما مشرک را چرا ترجیح میدید بر مؤمن؟ همون مؤمن برده بهتره، مؤمن گدا و فقیر بهتره. خب پس با توجه به این آیات، عقد زنهای مشرک جایز نیست و همچنین داماد گرفتن مرد مشرک جایز نیست. اما در رابطه با زن اهل کتاب که شما میخوانید انشاءالله در سوره نساء، اون زنی که اهل کتاب باشد، یعنی یهودیه باشد یا نصرانیه باشد، اونجا الله عزوجل اجازه داده. البته زن اهل کتاب را انسان اگر چی بکند، عقد بکند، نه اینکه شوهر دختر از اهل کتاب باشه، اون جایز نیست. علتش را هم عرض می کنم. به خاطر اینکه اون کسی که اهل کتاب هست،
اون به کتاب خودش پایبنده، دین داره، بر اساس کتاب خودش اعتقاد داره، پس این ضررش کمتره. و گذشته از این زن هست، زن تابع مرده، زن از مرد متأثره و زن نمیتونه که کاری بکنه تأثیری در زندگی داشته باشه. علی ای حال ضررش چیه؟ کمتره. اما وقتی که مرد از اهل کتاب باشه، مرد غالبه. این دخترک مسلمان را و مؤمن و پاک دامن را به یک مرد اهل کتاب وقتی بدهید، اون مرد اهل کتاب اون غالبه، اون فردا میتونه که چیکار بکنه؟ اون مسیر غلط خودش را تحمیل بکنه بر این. بنابراین زنهایتون را به مردهای اهل کتاب ندهید. اما علمای ما نوشتن امروزه اهل کتابی که امروز هستند در اروپا، در آمریکا، چون این مسئله را خیلی میپرسند و عزیزان ما در آسیای میانه هم این عرض کنم تفسیر را گوش میکنند، به خاطر اونها عرض میکنم که علماء ما گفتند که امروزه این اهل کتابی که موجود هستند، چه در اسرائیلند، چه در اروپا هستند، چه در روسیه هستند، چه در آمریکا هستند، اینها اهل کتاب واقعی نیستند. اینها اکثرا لایق دین ایش ندارند. اهل کتاب اگر عقدش جایز خیلی دلال، یکی حداقل دین داره، عفتش را نمی فروشه، او هم در طبق یک عقیده و کتابی که داره از خدا می ترسه، عفتش را حفظ میکنه. اما کسانی که امروزه اعتقاد دارند که با هر مرد دوست داری میتونه ارتباط بگیری، اینا پایبند هیچ کتابی نیستند. بنابراین عقد اینها علماء معاصر گفتن درست نیست. و گذشته از آن، اون زمان در گذشته مرد بر زن غالب بود. اهل کتاب خودش خب از مشرک ضعیفتره از نظر دین، چون کتاب به کتاب متعهد است، پایبند است، و باز زن هست تابع مرده. اما امروز مردها تابع زنان هستند، زن سالاری هست. لذا به جای اینکه مرد تأثیر گذار باشه در زندگی، زن تأثیر گذاره. میبینید شما، به هر حال اگر نمیبینید میشنوید که هر جا پیشا پیش زنه، حرف اول زن میزنه، هر چیز را انتخاب زن میکنه، حتی برای مرد هم انتخاب کننده زن است، هر چی، لباسش، کفشش، فرمش، مدلش. بنابراین الان دور زن سالاری هست. اون زن اهل کتاب اگر کسی بگیرد، چه بسا که او بر مرد چی بشه؟ غالب بشه، هم از نظر دین فرزندان، هم از نظر بقیه مسائل و رسومات زندگی. بنابراین الله عزوجل علت را ذکر می‌فرماید چرا نکاح اهل شرک جایز نیست و به جای اون کنیزکی باشد، برده‌ای باشد ولی مؤمن باشد. الله می‌فرماید اولئک یدعون الی النار، چون این مشرکین فرا میخوانند به سوی آتش، به سوی جهنم. مشرکین شما را به سوی جهنم میبرند. ای الی الاعمال الموجبه للنار. تفسیر قرطبی گفته یعنی به سوی اون اعمالی که اون اعمال آخر منجر به آتش میشه، به جهنم میشه. والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه. الله شما را دعوت میدهد، فرا میخواند به سوی بهشت و به سوی مغفرت به اذن خودش، به توفیقه. و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. و الله عزوجل آیات را برای مردم بیان میکند. حکمت تبیین چیه؟ شاید مردم پند بگیرند، تذکر بگیرند. خب این 4 مسئله شد. مسئله ذووجهین، عقد با یک زن یا مرد مشرک، کسی که در دین و مذهب و آیین شرک است. و یسألونک عن المحیض. مسئله 5 و آخرین مسئله ذووجهین، شما را سؤال می کنند از محیض. محیض زنی که در حال مریضی ماهواری هست، حیض است.
یعنی نزدیک رفتن این زن چطوره. ببینید در این رابطه هم افراط و تفرید بود قبل از اسلام. یهودی ها اصلا با اون زنی که در حال حیض بود در یک خانه غذا نمی خوردند، چنان تنفر، روی یک سفره نمی نشستند، در یک اتاق استراحت نمی کردند. زنی که مریض بود باید توی اتاق جداگانه بود، با مرد توی یک اتاق، مثل همین کرونایی ها که امروزه توی یک اتاق نمیان با آدمای سالم، چنان بود اون کسی که حیضش بود. و بعض مسیحیان برعکس و همچنین مشرکین، زنی که حیض بود هم باش اختلاط داشتند، هم نشست و برخاست، هم غذا، هم بلا نسبت هم خوابی، نه به اون تندی و نه به این کندی. اسلام بین افراط و تفرید است. قرآن می فرماید که از زنها فاصله بگیرید در حالت حیض. منظور چیه؟ از همخوابی با اونها فاصله بگیرید. فقط همخوابی، مقاربت، مجامعت جایز نیست. دیگه این که با هم باشند، یه جا باشند، اختلاط داشته باشند، هیچ اشکالی ندارد. پس این مسئله هم ذو وجهین است. از یک طرف عرض به خدمت شما که جماع سبب لذت میشه، همخوابی نفع، اما از یک طرف که اون مشکل داره، مریض حیض هست. قل هو اذن، حیض چیه؟ اذا هست. اذا یعنی چه؟ اذا دو معنا داره. ببین این زن در این حال مریضه. اولا اذا به معنی نجاست، خون داره میاد، نجسه. و همچنین اذا به معنی ایذا رسانی، یعنی اذیت میشه، باعث اذیت و آزارش میشه. هر دو معنی درسته. پس فاعتزلوا النساء فی المحیض، از زنها دور بشید در حالت حیض. چطور دور بشید؟ دور شدن یعنی تفسیر رولمانی نوشته المراد منها اعتزال النساء اجتناب مجامعتهن، یعنی از مجامعت، همخوابی، از اون اجتناب بکنید. ولا تقربوهن حتی یطهرن، نزدیکشون نروید، ای بالوطی والمجامعه، همخوابی باشون داشته نباشید، جماع، حتی پاک بشن، تا زمان پاکی. فقط مجامعت ممنوعه. اما از کنم زن و شوهر، ولو اینکه زن مریض باشه، زیر یه لحافه پتو خوابیدن، هیچ اشکالی نداره. فاذا تطهرن، زمانی که پاک شدند، فأتوهن من حیث امرکم الله. الله میفرمه این فأتوهن پیششون بیاید، این کنایه از همخوابیه، کنایه از جماع هست. اما من حیث امرکم الله، از همان مسیری که خدا به شما امر کرده، یعنی اجازه داده. ببینید مسیرهای دخول یا همخوابی بلا نسبت دوتا هستند، یکی قبل، یکی دبر. دبر حرام است و راه دبر را میگن راه فرس، راه قبل را میگن راه حرس. حرس به معنی کشت. کسی که از اون طریق نزدیک بره، منظور اینه که خدا فرزندی میده. اما راه دبر راه نجاسته. الله عزوجل میفرمه فأتوهن من حیث امرکم الله، از همان جهتی که خدا دستور داده، نه از اون جهت مخالف. خیلی امروز سوال میکنن در رابطه با همین مسئله بلا نسبت لواط. این کار یک مسلمان نیست، این از گناهان کبیره هست، از کبائر هست. اینجا قرآن صراحت داره میگه ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. خدای تعالی ترغیب توبه میده و هم در این ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین نکته‌ای هست. خدای عزوجل دوست دارد توبه کنندگان را. توبه کنندگان کیا هستند؟ اونهایی که اگر اشتباهی کردند قبلا، چه در حالت حیض نزدیکشون رفتند، چه از راه پشت نزدیکشون رفتند، توبه کردند. و دوست دارد پاکی کنندگان را. اونهایی که
پاکی اختیار می کنند. ببینید در حالت حیض نزدیک رفتن خلاف پاکی هست. انسان به طرف نجاست رفته، چون هو اذن، اون خون نجسه. همچنین از راه دبر که راه مدفوع هست و راه نجسی هست، اون هم راه پاکی نیست. خدای تعالی اونها را دوست دارد که راهی چی را انتخاب می کنند؟ پاکی را، پاکی کنندگان را، اختیار کنندگان پاکی را الله دوست دارد. پس هر کسی که راهی غیر از راه پاکی میگیرد الله دوستش ندارد، اون گناه بزرگی را مرتکب شده. و آخر الله میفرماید نساؤکم حرث لکم. از اینجا هم مشخص میشه که چه راهی جایزه. زنهای شما حرث شما هستند. حرث به معنی کشتزار. منظور باید انسان از طریقی بیاد، از طریقی نزدیکی و همخوابی داشته باشد که اون طریق و راه کشت باشد، راه حرث باشد، نه راه فرس. فرس در زبان عربی به معنی مدفوع. راه فرس نباشد، راه چی باشد؟ حرث باشد. راه پشت حرام است، جایز نیست، راه ناپاکان است. فأتوا حرثکم انا شئتم. الله میفرمه به حرث و کشتتون بیاید، یعنی محل کشتتون، اما کیفیت به هر کیفیتی که باشد. انا شئتم یعنی کیف شئتم. چون یهودی ها میگفتن اگر کسی پیش زنش بیاید بلا نسبت از طریق پشت، راه همون راه جلو باشه، اما از طریق پشت بیاید که به زعم اون مردم لذتش بیشتر هست، بچه چشمش کج میشه. این غلطه. فقط راه حرث باشد، راه قبول باشد، راه جلو باشد، به هر طریقی که باشد کیفیتش مهم نیست. الله میفرماید انا شئتم، به هر کیفیتی که باشد. وقدموا لانفسکم. الله عزوجل اصل فوز را بیان میفرماید برای خودتون چیزی تقدیم بکنید، یعنی به فکر آخرتتون هم باشید. واتقوا الله. و اصل دوم و نسخه عمل، از خدا بترسید. از خدا بترسید. انسان وقتی که از خدا نمی ترسد، انسان راه گناه و معصیت را میگیرد و اون زن بیچاره را هم آلوده می کند. خیلی ها هستند از خواهران گاهی سوال میکنه یه سری چیزهایی در رابطه با همین مسائل زناشویی، وقتی که گفته میشه که حرام جایز نیست، میگه ما چی کار بکنیم، شوهر مجبور میکنند. رضا این در واقع ترس خدا نیست. واتقوا الله. از الله بترسید. این نسخه عمل است. و اصل سوم، سبحان الله، الله عزوجل چگونه ما را تفهیم می کند، چگونه ما را می فهماند. الله می فرماید واعلموا انکم ملاقوه. شما بدونید که شما خدا را ملاقات می کنید، فردا پیش خدا می آیید. شما اگر بی تقوا باشید، خدا ناترس باشید، گناه و معصیت کنید، با چه روی پیش خدا می آیید، جلوی خدا می آیید؟ چطور دوست دارید که جلوی خدا ظاهر بشید در حالی که در این دنیا همش خدا را ناراضی کردید، تقوا را زیر پا گذاشتید، همش گناه و معصیت و شهوت رانی بوده؟ لذا الله می فرماید یقین بدانید که شما خدا را ملاقات می کنید. و بشر المؤمنین. در پایان این اصول ثلاثه سه تا اصل بودند. یکی و قدموا لانفسکم، برای خودتون یه چیز جلوتر بفرستید برای آخرتتون، عملی، خیری، صدقی، امر به معروفی. و دوم از خدا بترسید. سوم این باور و یقین در وجود شما باشد که الله را ملاقات می کنید. و آخر بشر المؤمنین، ای حبیب من مؤمنین را مژده بده. مؤمنین کیا هستند؟ ای المتصفین به اصول ثلاثه، اونهایی که این اصول سگانه را دارند، اونهایی که به فکر آخرت هستند، پیشا پیش چیزی برای آخرتشون
میفرستند. اونهایی که تقوا دارند، اونهایی که یقین دارند که خدا را ملاقات میکنند و برای ملاقات خدا آمادگی میکنند. الله عزوجل این درک را، این شعور را، این یقین و باور را به ما بده. لذا امشب که میخوابید با استحضار همین نیم آیه آخر و قدموا لانفسکم، 3 چیز هستند. یه چیزی برای آخرتتون بفرستی. فکر کنیم ما چی فرستادیم؟ داریم ذخیره آخرت؟ اگر نداریم نیاز به تجدید نظر است. 2 واتقوا الله، از خدا بترسید. آیا تقوا هست؟ اگر هست مبارکه، اگر نیست تجدید نظر میخواد. 3 واعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. این اصل سوم و نسخه تقوا است. بدون که خدای عزوجل را ملاقات میکنی. اگر قرار فردا خدا را ملاقات کنیم، چگونه، با چه عملی، با چه عمل کردی در دنیا، با چه اخلاقی، با چه اعمالی، با چه مواصفاتی. لذا آمادگی در کار است. الله عزوجل توفیق عمل بده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صدق الله مولانا.